الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله. و بعداً همه شما برادرای عزیز، پدرهای مهربان را و این روز جمعه که سردار روزهاست و روزی پر از اجر و از ثواب است و با این ماهی مولود پیغمبر خدا تبریک و تهنیت میگویم و یک جایه با همراهی شما دعا میکنیم که خدای مهربان هر مراد و هر مطلوب و هر مقصودی که در دل شما باشد، خدای ما و شما دانا هست، اگر نیک باشند خدای مهربان برآورده بگرداند. و خداوندا همه ما مردم مسلمان را براه راست، برای اهدنا الصراط المستقیم هدایت بفرمایی. و خدایا گذشتگانی که از ما گذشتند و امروز منتظر دعا و فاتحه ما و شما هستند، خدایا روحشان شاد، قبرهاشون خدایا پر نور بگردانی. و این جمعیت ما را خدایا عمر دراز و تن صحت و خاطر جمع و کشایش کار نصیبشان بگردانی. و رهبریتی که امروز بالای سر ما و شماست، خدایا توفیقشان را رفیق بگردانی. محبتی به سوی ملت تاجیک در دلشان باز هم زیادتر پیدا کنی و هر یک آرزوها و عملهای نیکی که برای آبادانی تاجیکستان ما دارند، خدای مهربان عملی بگردانی. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم و تب علینا انك انت التواب الرحیم برحمتك یا ارحم الراحمین. جمعه های گذشته ما و شما از تمام مسئله و مسائل هایی که وابسته به مسجد بود الحمدلله که آگاه شدیم. و بعد آگاه شدن البته وظیفه ما و شما همین است که باید که این انتظام و این آداب و این حدیث هایی که شما شنیدید در مسجدهای خود باید که جاری گردانید. انشاءالله پیغمبر خدا گفتند الدال کالفاعلی، دلالت کننده مثل کننده هست. اگر شما دلالت کنید، اگر شما این سخنها را برده به اون مردم رسانید و اونها اگر اصلاح شوند، شما هم مثل همون واعظانی که برای اصلاح جامعه حرکت دارند، شما البته همون ثواب نائل می شوید. چگونه ای که وعده کردیم، خیلی سوال های زیاد منتظر جواب هستند، اینها را بهر شما جواب می گردانیم. و فراموش نکنین که روز یکشنبه انشاءالله خدا خواسته باشد در همین مسجد ما و شما مولود پیغمبر خدا را قید میکنیم و کدام از شما اگر وقت ها داشته باشین، شرایط هاتون باشد، مرحمت آمده اشتراک کنین. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم داملای عزیز. همین شعر خلقی را تحلیل کنید، آیا حقیقت دارد یا نه؟ این برادر سیوم بار شد همین شعر می نویسد و 3 بار ما فکر کردیم که حاجت به جوابش نیست، که بسیار ضرور بوده است، که بسیار گشته و برگشته یک شعر خلقی بوده است که ما و شما میگوییم یک مکر زنی لاشه صدها خرابار باشد، 100 مکر کند شیطان شاگرد زنک باشد. آیا این حقیقت دارد؟ راستی بار به حقیقت خیلی نزدیک است، خیلی نزدیک است. زیرا رسول اکرم حدیث دارد که حضرت ابو سعید خدری الله علم، حضرت حذیفه روایت میکند که پیغمبر ما و شما گفتند
الدنیا حلوة خضيرة فإن الله مستخلفوكم فيها فينظر كيف تعملون واتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة كانت في بني إسرائيل في النساء. پیغمبر ما و شما گفتند دنیا چی شیرین است، چی زیبا است، لیکن شما فراموش نکنین ای بندگان خدا که خداوند شما را در دنیا برای امتحان فرستاد و نظر میکند به شما که چگونه در دنیا عمل میکنید، چگونه حیات خودتان را سپری میکنید. در دوام پیغمبر گفتند از دنیا و از زن سخت بترسید، زیرا که فتنه دنیا و فتنه زن چه فتنه سختی است. محدثا که این حدیث در صحیح مسلم وارد شده است در شرحش میگوید که این شاید همون فتنه که در بنی اسرائیل بود مبتلا شدن هاروت و ماروت باشد. هاروت و ماروت که این فرشته های خدا بودند که اینها قصه دارند. اینها وقتی بر روی زمین آمدند و نزد خدای خود وعده داده بودند که ما تو را با پررگی عبادت بکنیم، از عبادت تو هیچ سرکشی نمیکنیم. این فرزند آدم خون میریزاند، فرزند آدم عاصی است، فرزند آدم گناهگار است. وقتی که خداوند با این هاروت و ماروت میگه نفس داد، نفس انسانی داد، شهوت داد، وقتی اینها را بالای زمین که پرتافت و اینها از دست یک زن گمراه شدن هر دهشان. و امروز در تمام دنیا دشمنان اسلام برای مسلمان ها را شرمنده کردن، برای اسلام رخنه کردن فقط فتنه زنها را استفاده میکنند. برای همین این یگان جای تعجبش نیست. این معنای او را ندارد که اسلام زن تحقیر میکند، بلکه انشاءالله من صحبت های ممکن جمعه های آینده از حق زنها صحبت کنم که زنها در اسلام چه حقها دارد. لیکن فتنه شان هم خیلی فتنه کلان است. اگر ما به تاریخ نظر کنیم، حضرت حسن فرزند علی از دست زن زهر داده شد. زنی او را گمراه کردند. نبیره پیغمبر خدا بود حسن که رسول اکرم چنان حسن دوست می داشت که حتی راویای حدیث می گویند که از میان بالای حسن گویا که پیغمبر ایستاده بود، اینقدر مانند بود. همین حسن را از دست زنش زهر داده شد. با دست زنش، با دادن پول و مال، با وعده کردن منصب و جا، عاقبت شوهر خود حسن نبیره پیغمبر خدا را زهر داد. یا اگر تاریخ بلعم نظر کنیم، بلعم حضرت شیخ بودند، از دست زن از دنیا بی ایمان گذاشتند. یا شیخ برسیسار هم اگر در تاریخ ها نظر کنیم، از حساب فتنه زن از دنیا بی ایمان گذاشتند. چی فتنه های کلان کردند، چگونه بزرگهای را از راه اسلام بیراه کردند. از این خاطر این شعر البته حقیقت دارد و پیغمبرم فرمودند شما بسیار احتیاط باشین از مکر زن، از فریب زن، از حیله های زن. دورهای میگد امیر المؤمنین حضرت عمر بود. یک زنی میگوید نزد حضرت عمر آمدند و خواستند یک فتنه را زنده کنند. آمدند و نزد حضرت عمر گفتند ای عمر، الحال یک مرد بالای من خواست که یک کار نادرست را یعنی زنا را برپا کند.
من خودداری کردم، من از دست او رها کردم. لکن گفت اگر عمر باور نکنی، گفت ان همین جامعه که میبینی آب سفیدی که در جامعه من، همین آب منی همون مرد است. حضرت عمر وقتی این دیدن حیرت ماندن. باید که اون کسی که دست درازی به سوی این زن کرده بود و باید جزا دادن در کار. در حال حضرت علی را دعوت کرد. گو علی گفت رأی تو چیست؟ فکر تو گفت در همین گفتار زن چی هست؟ میگوید که یک مرد بالای من هجوم کرد، من از دست او نجات یافتم. اگر باور نکنی مرحمت گفت جامعه من تر است، همین آبی که میبینی آب منی همون مرد است. حضرت عمر که پیغمبر روایت میکند انا مدینه العلم و علی بابها، من شهر علم هستم، علی دروازه همان شهر هست. علی که بسیار آدمی با سواد بودن، با علم که بودن، گفتن عمر گفتن خدا ترا رحمت و مغفرت کند، یک مقدار آب خنک بیار، بالای این آب گو می پرتاییم. اگر این آب یخ کند یا سفیدیش نمایان تر شود، این آب تخم است. اگر در پرتافتن آب خنک اگر این آب روانده شود، نابود کرده شود، این راست میگوید زن آب منی است. وقتی که آب خنک میگه آوردن در جامعه همین زن که ریختن، با مجرد ریختن میگن این آب یخ کرد، این سفیدی یخ کرد. علی گفتن که به خدا قسم گفتن این آب منی نیست، این بلکه چی است؟ همون آبی که در داخل تخم است. گفت این همون است. گفت زن بعدا اقرار شد، گفت در اصل گفت همین بود، مرا فریفته کردن تا که اون مرد شما جزا دهین، مرا پول و مال وعده کردن، من این عمل انجام دادم. بین چی فتنه های از پشت زنها البته صادر می شود. و امروز بعضی از زنهایی که از خدا و پیغمبر خدا دورند، ما در بسیار جنجال ها اگر اشتراک هم کرده باشیم، لکن با طرز خطی یا گفتگو با بسیاری از برادرها صحبت ها داشتیم که از حساب زنها از پدر و مادر جدا شدند، از حساب زنها از برادرهاشون جدا شدند، از حساب زنها با اپا و با خواهری که از یک مادر و پدر تولد شدن سالها هستند که قهری هستند. همه این فتنه زن است، همه این حیله زن است. باید که ما و شما خیلی با دقت باشیم، سنجش گذرانیم، بعداً آن معرکه‌ای که برپا کردنی هستیم بعداً برپا کنیم. انشاءالله ما در باب حق زنها این جمعه آینده صحبت داریم، زیرا این جمعه این برادر ما را یک خط داد. میخواهم به سمع شما رسانم که جمعه آینده از ما یک تکلیف کردن. داملای محترم، یک خواهش اسلامی از شما دارم که این که من 13 می که روز جمعه هست، یعنی جمعه آینده ما با چند نفر مهمان ها در مساجد شما یعنی مسجد شما اشتراک میکنیم و مهمان ها خواهش کردند که در فضیلت امر به معروف و نهی از منکر شما صحبت کنید و موضوع را در کسیت جمع کنید، یعنی 1 ساعت کامل فقط این صحبت باشد. بسیار ضرور و مفید است برای ما. التماس رحمت الله. یعنی یک برادر ما دیدیم که از راه دوری ها بوده است، در دوام 1 ساعت گفتن چقدر صحبت بهترین در باب دعوت و تبلیغ، در باب امر معروف و نهی منکر چی ثواب دارد، چی فضیلت دارد. و اگر قصه های شیرین هم که باشد در داخل این جایگیر کنید. برای ما این 1 ساعت کسیت شما بسیار ضرور است و بعضی ضرورت هاش را هم بیان کرد. انشاءالله ما سخن این برادر قبول کردیم. جمعه آینده خدا خواسته باشد در همین باب صحبت داریم. السلام علیکم داملای عزیز و مهربان. من از شما خواهش دارم به سوال من جواب گویید.
درباره پیشاب کردن در حاجتخانه میگویند که در حاجتخانه یا اینکه در دیگر جا پیشاب کنی راست ایستاده در لباست یا که در تنت نرسد هیچ گناهی نیست. همین سخن درست است یا نه؟ به سوال من جواب گویید. اکثر میان عمرها را میبینیم که با همین کار دست میزنند. بعد خردسال از او چی یاد میگیرد؟ با احترام داملای عزیز، این برادر مقصدش از راست پیشاب کردن است که آیا راست پیشاب کنی یگان گناه یگان غلط هست یا نه. من به شما چند حدیثی را میخوانم، گوش اندازین و از این حدیث ها خلاصه برآورین که راست پیشاب کردن خوب است یا نشسته پیشاب کردن خوب است. حضرت حذیفه که راوی این حدیث است میگوید که بار من پیغمبر خدا را دیدم که فبال علیها قائما، یعنی بالای یک خاک توب، یک توده خاک بود یا یک جایی که همین خاکروبه ها پرتافته میشد یا ما شما غجدی میگیم، غجدی های خانه پرتافته میشد. پیغمبر خدا بالای همان بر آمدند و راستا پیشاب کردند. حضرت حذیفه میگوید این را من با چشم سر دیدم. این حدیث هم مسلم روایت میکند. در حدیث دیگر باز همین اینش در سنن ابو داود است. اگر کسی نزد کسی همین صحیح سته باشد میتواند مراجعت کند. ابن ماجه هم روایت کردگی هستند. عایشه میگوید که کسی که گوید پیغمبر خدا راست پیشاب کرده است باور نکنید. عایشه صدیقه همسر پیغمبر خدا میگوید کسی گوید که پیغمبر راست پیشاب کرده است شما باور نکنید. انا رأیته یبول قاعدا، من دیدم که پیغمبر خدا نشسته پیشاب میکرده. این سخنی عایشه صدیقه هست. عن ابن عمر عن عمر، اینم در سنن ابن ماجه هست. بچه حضرت عمر از پدرش روایت میکند. چی میگوید؟ میگوید که رآنی رسول الله صلی الله علیه و سلم و انا ابول قائما. حضرت عمر گفته بود است که من یک بار راستا پیشاب کرده ایستاده بودم. عمر فقال یا عمر، پیغمبر خدا میگوید به سوی من خطاب کرد ای عمر لا تبل قائما، هیچگاه راستا پیشاب نکن. فما بلت قائما بعدو، این سخن عمر است. بعد آنی که پیغمبر مرا خطاب کرد و گفت که هیچگاه عمر راستا پیشاب نکن، من در جای خود نشستم و اصلا دیگر تا آخر حیات راستا پیشاب نکردم. اینا حضرت عمر میگوید. اگر برای کسی سندهاش لازم باشد در سنن ابن ماجه روایت یعنی نگاه کند، انشاءالله در همون باب کتاب طهارت این حدیث ها موجود است. از این خاطر با همه شما مصلحت من همین است که پیشاب در حالت نشسته کنیم. اینش برای ما و شما بهتر است و اینش به آداب نزدیکتر است. به نهایت بهترین صورت شمین است. کسی راستا پیشاب میکند خود کردن گیرد، لکن به برادر مؤمنش کاردار نشود. زیرا توصیه من این حدیث های عایشه صدیقه است، مادر ما و شما که با چشم دیدن پیغمبر خدا نشسته پیشاب میکردن، و حضرت عمر از سخنش که تا آخر حیات من نشسته پیشاب کردم وقتی که مرا رسول اکرم امر کرد. السلام علیکم داملای شیرین سخن حاجی میرزا، ما یک گروه مخلصان شما با سوال ما جواب گویید. در یک وقت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم گوشت اسب را حرام گفتند، همین راست است؟ خیلی دیگر وقت چون گذارین چیزی گفتن نگفتن، الحال گوشت اسب حلال است. نزد مذهب ابو حنیفه تا آخرهای حیات ابو حنیفه فتوای حضرت امام بود که گوشت اسب حرام است. به خاطر چی؟ به خاطر که یراق مسلمان اون زمان اسب بود.
اگر اسبها را مردم میخورد نابود میکرد، با این دشمن اسلام اینها جنگیدن نمیتوانستند. امروز که دیگر احتیاج به اسب مردم مسلمان ندارد، زیرا که امروز تمام یراقهای حاضر زمان برآمده است. از این خاطر ابو حنیفه در دم آخر از حیاتشون باز فتوای به حلال بودن اسب برآوردند. از این خاطر شیرش میخرید، گوشت میخرید. برای شما رخصت است، برای شما اجازت است. داملای محترم، در یکی از دهه های نایه مؤمن آباد زندگی میکنم. صاحب 6 فرزند دی نابالغ، کسبم راننده. بسیار وقت در سفر می باشم. زنم کسلی شده است، بیمار شده است. نه به من زنی کرده می تواند و نه به فرزندانم مادری کرده می تواند. یعنی بستری از خواب است. از عهده نگاهبینی گاو و مال نیز نمی براید. دائم خواهران من که در نزدیکی ما زندگی میکنند به او یاردم میکنند. زنم راضی است که من زن دویم گیرم و به خانه بیارم، ولی فقط اگر زن دویمم خواهر او باشد. من میفهمم که خواهر و اپه را گرفتن در اسلام روا نیست و او میفهمانم، اما او میگوید که خواهرم او را و هم فرزندانش را نگاه و بینی میکند. یعنی خواهرم بیاید، این باز به من نزدیکتر است که هم خودم نگاه و بین میکند، هم فرزندهام نگاه و بین میکند. زنی بیگانه باشد در نبودن من، نه او را در خانه میگنجاند و نه فرزندانش را. یعنی زنی بیگانه را بیاری، نه مرا نگاه میکند نه فرزندهای ما را. من چیکار کنم داملای عزیز؟ این مسئله هست که این خداوند حل کرده است، این پیغمبر حل کرده است. در اینجا دیگر مراجعت داملا هیچ حاجت نیست. منم آن چیزی که قرآن میگوید، آن چیزی که حدیث پیغمبر خدا میگوید برای این برادر میرسانم که زن اوله را طلاق میکنی، عده زن اوله میگذرد، بعدا خواهر او را نکاح کرده در نکاح خود میدراری. این زمان برای تو چی است؟ حلال از خواهر او، وقتی که اگر اپی او را تو طلاق دهی، طلاق میدهی. وقتی طلاق دادی این برای تو بیگانه می شود. این شما فراموش نکنید. این زنی که با تو 6 فرزند دارد و چندین سری سال زندگی کرد، امروز تقدیر خدا بوده است، بیمار شده است، بعد طلاق دادن او خواهر او برای تو درست می شود. و الا اگر 1000 زاره و تولا این زن برای تو کند و تو اگر با این عمل زیش دست زنی، تو در نزد خداوند رسوا و گناهکار می شوی و تو همچون زناکار در نزد اسلام شناخته می شوی. از این خاطر خواهر او را طلاق ده، اپی او را طلاق ده. بعد گذشتن عده او، یعنی بعد گذشتن 3 حیض، می توانی که خواهر او را در نکاح خود درآوری و مرحمت. اپش نگاه میکند، خواهرش نگاه میکند، اون کاری وی است. داملای محترم، دویم سوال دادن. من 1.5 سال در روسیه برای کار رفته بودم. شکر الله پاک را میکنم که در این مدت نه گوشت خوک خوردم و نه پیوه و نه عرق. روزهای بدین باور داشته با ما در هر باره بحث و مناظره میکردند و من با قدر سوادم به آنها جواب میدادم. اما وقتی که از من پرسیدند که برای چی اسلام گوشت خوک را حرام حکم کرده است، ندانستم که به آنها چی گویم. اگر شما با این سوال جواب میگفتید، از شما نهایت سپاسگزار میبودم و از الله پاک سربلندی شما را خواهان هستم. این برادرها را خدا نگاه بدارد که در همین خیل دولت کفر وقتی رفته برای زندگی کار میکنن، پول و مال جمع میکنن برای بهبودی زندگیشان، با بزم این به گوشت خوک نزدیک نمیشوند، با عرق نزدیک نمیشوند، با پلیدی های خداوند نزدیک نمیشوند. خوش به حالشان،
خوش به حالشان که این گونه یعنی صبر خیلی کامل را خداوند نصیب اینها گردانیدگی هست. من برای این برادر میخواهم از مراجعت دکتر یوسف قرضاوی از حلال حرامش یعنی بیان کنم که این حضرت فقط فرمودن که یعنی گوشت خوک خوردن امروز تمام طبیب ها آشکار کردند که در گوشت خوک کرم‌های وجود دارد که انسان را عاقبت به هلاکت می‌رساند. این را میگه یک کشفیات امروز تمام طبیب‌های دنیا است. حکمت‌های زیاد دارد میگوید همین یوسف قرضاوی، لیکن آینده با مرور زمان با این پیشرفتی که در علم چی طب هست و چی علم زمانه هست این آشکار می شود که چرا خداوند همین خوک را حرام گردانیدگی هست. در قرآن خداوند میگوید که انما حرم علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر، سوره بقره. خدا گفته بود است من برای شما حرام گردانیدم خود مرده را، یعنی سحر میخیزی که گاوت مردگی است، سحر میخیزی مرغت مردگی است، سحر میخیزی که گوسفندت مردگی است، انا همون برای تو میگد حرام است. اگرچه متاسفانه امروز از بعضی برادرها میشنویم که پدر ما برای ما گفت که در بین مردم آشکارا نکنین، امروز دستمان تنگ است، خدا خودش میداند، هیچی باکی ندارد. و دویم خداوند گفته بوده است خون را برای شما، خونی که از مک میپرد، این را هم برای شما حرام گردانیدم. و سوم چیزی که خدا حرام گردانیده است این گوشت خوک است که برای شما خوردن گوشت خوک را حرام گردانیدم. حتی که در سنن ابو داود روایت حدیث از پیغمبر خدا هست که ان الله لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم، خداوند در آن چیزی که حرام گفتگی هست شفای شما در او موجود نیست. حتی در گوشت خوک گفت از خداوند هیچ شفا وجود ندارد. اگر شما عقیده داشته باشین که گوشت خوک گرم است و برای خنکی شما را دفع و دور میکند، گوشت گوسفند هم گرم است، گوشت مرغ هم گرم است، عسل هم گرم است، همه اینها گرمی دارند. امروز خدا را شکر که طب ما پیش رفتگی است، مرحمت در دکترها مراجعت کنین، اینا برای ما و شما درست هستند. نه گوشت خوک، نه گوشت خرس، نه روغن خرس، نه گوشت صغر، نه گوشت سگ که امروز اکثر کسلی ها استفاده میکنند. فقط از حلال کرده های خدا استفاده کنیم، انشاءالله شما شفا میابین. و دیگر یوسف قرضاوی بسیار یک سخن خوبم گفتن که در تجربه حیات دیدیم که کسی که گوشت خوک میخورد وای ناموس ندارد، وای غیرت ایمانی ندارد. حتی گفته است نظر کنیم به دنیای غرب که آنها که گوشت خوک میخورند از پیشش از دست زنش میگیرند و با او رقص و بازی میکنند، برده شبها استفاده میکنند، میارن با در دست شوهرش میتن. کنی ناموسشان، یعنی ناموس ایمانی، غیرت ایمانی از آدم دور میشید از وقتی که اگر گوشت خوک میخورد است. السلام علیکم داملای شیرین سخن، با این سوال ما با پررگی جوابش را گردانید. کلینی که دست و پای خسورش را یا پشتش را شک کرد یا مالد درست است یا نه؟ کلین این فرزند همون خاندان است، فرزند مثال همون خسر حساب میخورد، این محرم است برای خسرش. از این خاطر اگر از همه ده خدمت کننده برای خسر باید که زنش باشد، یعنی زنش هر یک طبابت و دوایی که مرد میخواهد که در بدن خودش استفاده کند باید که زنش استفاده کند. اگر زنش
بی توفیق باشد، زنش اگر فرمان شوهر را به جا نمی آوردگی باشد، این صورت به فرزنداش مراجعت کند. فرزندهاش بهتر است. اگر وقتی که زن سخنش قبول نکرد، فرزنددار نباشد، این صورت می تواند که کلین از آن موضع هایی که از زیر ناف تا زیر زانو را نظر نکرده دیگر موضع ها را چیکار کند؟ مثال چی نمود دوایی که نباشد استفاده کنند، جایز است. این مختصرا از باز برای کسی لازم است آمدد سوال کنیم پرتر جواب میدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. داملای شیرین بیان، با این سوال من جواب دهید. اگر زن فرزند خودش را با زبان دشنام دهد، گوید پدر لعنت یا که صغیره حرامی گوید، چی باید کرد؟ و یک سوال دیگر، در مسجد ما پیشه پیشین هر روز جنجال می شود. می گویند که در این وقت یعنی ساعت 12:40 یگان نماز خواندن درست نیست. موی سفیدها بعضی اشان می خوانند و بعضی اشان نمی خوانند. می گویند که نماز آنها درست نیست. در این وقت تحیه مسجد خوانیم یا نخوانیم؟ از نام یک گروه جوانانی که مخلص دائمی تو هستیم و جوابش را انتظاریم. برای تحیه مسجد خواندن اگر وقتی زوال نباشد، امروز اکثر داملا به این اتفاقند که از 12 تا 12:40 شما هیچ گونه نماز نخوانید. اگر چند وقتی خیلی زیاد اختیارم کرده باشند، برای احتیاط است که وقتی زوال باشد، در حالت زوال نماز خواندن نزد مذهب ابو حنیفه مکروه است، کراهیت است. از این خاطر در این حالت ها ما و شما نماز نخواندن ما بهتر است. بعد از 12:40 اون جانب مرحمت اولین وظیفه آدمی که داخل مسجد می شود این است که 2 رکعت تحیه مسجد ادا کند. خب و امر معروف که باشد تحیه مسجد ترک می شود، زیرا تحیه مسجد خواندن این امر مستحب است. یعنی یک امری هست که شما به خواندنش ثواب، به نخواندنش گناهگار نمیشوین. لیکن امر معروف گوش کردن این فرض است، باید که امر معروف گوش انداختن در کار. یا ببینین حالت خطبه خواندنم گوش کردن خطبه واجب است. وقتی شما آمدین سنت های شما نخوانده باشد، سنت نخوانید بلکه به خطبه گوش کنید. و بعد خطبه انجام یافتن به فرض اقتدا کنید، دیگر سنت جمعه خوانده نمیشه نزد مذهب ابو حنیفه. و این زنی که فرزندهای خود دشنام میدهد، چه از پدر لعنت و چه از صغیره حرامی و دیگر خی این معلوم است. وقتی که زنی که به فرزند خود پدر لعنت میگوید، یعنی وقتی شوهر خودش را لعنتی که خواند، از این زن دیگر بدبخت دیده شخص کی هست؟ کی هست وقتی که مثال فرزند خودش را حرامی میگوید، یعنی که فرزند خودش را پدر لعنت میگوید، از این ده کلمه قبیح نیست، از این ده کلمه بد نیست. وای به حال همون زنی که البته این لفظ در فرزنداش استفاده میکنه. انشاءالله من این مسئله ها را در باب همون حق زنها و جمعه دیگرش حق شوهرها همش با پررگی به شما بیان میکنم. میتوانید که این کسیته ها را برده در نزد همون عائله هاتان گذارین، انشاءالله گوش اندازند، شاید که خدا آنها را هدایت کند. السلام علیکم داملای شیرین سخن، شخصا برای من محبوب هستی. من یک چند سوال دارم، میخواهم پاسخش را بگیرم. شخص 5 وقت نماز را ادا میکند ولی ناس میکشد و همه کارهای غیر اسلامی را بس کرده است ولی ناس را نه. درباره ناس کمی روشنی میانداختید. من برای پیدا کردن رزق روزی به شهر دوشنبه رفتم، در ساختمان کار میکنم. در روز جمعه مرا اجازت نمیدهند که به نماز جمعه روم. در این حالت من گناهگار میشوم یا نه؟ با احترام مخلص اشدی شما. اگر برادر ذره فرصت باشد برای ادا کردن نماز جمعه استفاده کنید. اگر در کجایی که شما باشین فرصتش باشد، اگر از همان سردارهاتان التماس کنین، زاره کنین، تولا کنین
اگر اجازت دادن حتمی کاری کنین که آمده جمعه را خوانین. لیکن وقتی که رئیس های شما، سردارهای شما را رخصت ندادن، اجازت ندادن، در گناه شما اونها شریک هستند. و شما می توانید که یعنی بعد ادای جمعه خلیفه جمعه یعنی نماز پیشین ادا کنید. و در باب ناس چند بارها گفتیم که یعنی در دست من یک کتابی هست از یک شیخ عرب، چاپ مدینه هست، که در باب همین مخدرات، چه از سیگاریت و چه از ناس و چه از گیروئین و چه از بنگ و از نشه و از همه اینها صحبت کردگی هست. همه اینها را یک حدیث پیغمبر خدا را دلیل میکند که پیغمبر خدا گفته بود است لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. اسلام گفت چنین شعار دارد، اسلام ما یک شعار دارد، همه شما دانید، نه به کسی ضرر برسان، نه از چیز ضرر ببین. پیغمبر گفتند نه به کسی ضرر برسان، نه از چیز ضرر ببین. این شعاری تمام مسلمان هاست. باید که همه ما و شما با این شعار عمل کننده باشیم. یعنی ناس، سیگاریت، همه اینها ضرر کننده در جان ما و شما هستند، در نفس ما و شما هستند. اگر باور کنین یک دهانی که اگر ناس نکشیده باشد، نظر کنین با اون دهان و با دهانی که ناس کشیدگی هست، با اون دهان نظر کنین. باور کنین دهان آدمی ناس نکشیده باشد وای به منزله یک قصر است، زیبا است، زینت دارد. لیکن آدمی ناسکش دهانش، همون دهانش مثل خانه ویرانه است. یک خانه که همش چپشیدگی، داخلش خیلی ویران است. نظر کنین دندانهای او را نگاه کنین، باور کنین آدم رحمش می آید که این بیچاره چی مصیبت است که به سر خودش آورده است. وای به حال همون زنی همون که نفسی او را چخیل نفس می کشیده باشد، خودش کو در یک بلا، با او زن هم بیچاره در زندان دچار شدگی است. خداوند دنیا و آخرت ما و شما را آباد کند. داملای عزیز، من در سین 63 قدم ماندم، سلامتی هم خدا و شکر خوب است. 4 سال پیش دختر 24 سالم از دنیا گذشت. بعد این زنم عزا گرفته است، از بر من دور خواب میکند. مدت 3-4 سال شده است که ما زنده جدا. از نگاه اسلام احوال من و زنم در قیامت چی میشده باشد؟ یا که من میخواهم که با اون نزدیک باشم، اون میگریزد. یعنی بعد 24 ساله دخترش از دنیا گذشتن، این زن عزا گرفته است. عزاش با مقصدی که یعنی دیگر با شوهرش هم خوابگی نمیکند و در پهلوی شوهرش نمی ایستد. 3-4 سال شده است که این احوال در این مرد دچار شده است. باور کنین در مصیبت آدم باید صبر کننده باشد. خداوند در قرآن میگوید که و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا ان لله و انا الیه راجعون. خداوند میگوید بشارت ده آن کسانی را که بالای اونها مصیبت می آید و اونها میگویند که ما از خدا هستیم و به سوی خدا بازگشت داریم. این دختر اگر 24 ساله از دنیا گذشته باشد، این باید عبرت برای مادرش باشد که روز از روزها مادرش هم از دنیا میگذرد. و این احوالی که اون شوهر دوچار گردانیده است، با این احوال در نزد خدا چی جواب میگوید؟ حال من در قیامت میگوید چی میشود؟ حال تو در قیامت این است که در قیامت هم این زن از تو جدا هست. پیغمبر خدا گفتند که زنها را پیش شوهر میارند، میگویند آیا با این زن میخواهی که در همین جنت زندگی را دوام دهی؟ اگر زنی نیکوکار باشد، اگر زنی نیکبخت باشد، اگر زنی باشد که با قدر شوهر میرسیدگی باشد، این مرد چی میگوید؟ البته میخواهم که در جنت هم همراه این زن باشم. و این زن میگوید از حورهای جنتی دیده با زینتش زیباگیش زیادتر میشده است.
لیکن زنی که در دنیا مرد آزار میدهد، مرد غم و دقت میدهد، مثل این مادری که کرده است، اینها از این شوهر جدا هستند. راحت این شوهر دیگر در جنت نمیبینند. انشاءالله این سوالهای خیلی زیاد در باب زنها نزد من هست. از این خاطر من هم به یک خلاصه آمدم که در باب زنها یک صحبت مکمل انشاءالله برای شما میرسونم که همین زنها مردها را احترام کنند. البته سبب به احترامی مردها امروز به همه ما و شما معلوم است که زنها از امر معروف دور هستند. زنها سخن خدا را نمیشنوند. زنها از این صحبت‌های ما محروم هستند. برای همین است این مصیبت بالای تمام مردها آمده است که زنها نمیدانند که شوهر در اسلام چه قدر و چه قیمت دارد. السلام علیکم داملای شیرین سخن، التماس با همین سوال من جواب گویید. در خانه گربه داشتن ممکن است؟ ممکن است. اگر در خانه کسی که سگ پیغمبر خدا منع کردند، لیکن اگر در خانه که گربه باشد به گربه اجازت دادند. ناخونی دست و پا را هر دویش را یک جایه گرفتن درست است یا نه؟ درست است. اگر ناخونی دست و پا را در یک مجلس، یعنی در همین روز جمعه، اگر ما و شما تازه کنیم، این سنت است، این بهتر است، این البته افضل تر است. یک کودک 10 ساله را نمازخوان کردن و در وقت نماز سنت را بلند خواندن درست است. بلند البته درست است. برای تعلیم دادن این کودک 10 ساله، یعنی خواندن نماز سنت و خواندن نماز فرض با طریق آواز بلند که تا که کودک تعلیم نماز گیرد، البته جایز است، درست است، یگان ضرر و زیان و گناه ندارد. در وقت نماز فرض بعد از امام سلام دادن با طرف راست و چپ درست است. در نماز در دستت ساعت باشد درست است. درست است. با ساعت نماز خواندن هیچ گناهی ندارد. لیکن بعد از امام البته سلام میدهیم. بعدی که امام سلام میدهد السلام علیکم و رحمت الله، شما السلام علیکم و رحمت الله میگویید. یعنی سلام البته بعد امام شما هم سلام میدهید. لفظ سلام شما هم تکرار میکنید. شخصانی که در خانه خود مگنیتوفون بلند کرده همسایه را آزار میدهند، آیا از روی اسلام است؟ نه، از روی اسلام نیست، بلکه آدم البته گناهگار میشود. ما در این باب صحبت داشتیم که در خانه هایی که مگنیتوفون ها بلند کردگی هست و آزار همسایه میشود، اینش باز گناه، یعنی گناه دویم درجهش است. گناه یکم درجهش این است که تو از رحمت خدا دور میشوی. بهترین صورت همین است که این مگنیتوفون هایی که در خانه داریم، در اینها شما کسیته های امر معروف اگذارید. در این مگنیتوفون ها شما صدای قرآن اگذارید، تا که در خانه های شما اگرچه خودت نمیخوانی قرآن، اگرچه وقت قرآن خوانی نداری، اقلا همون تلاوت قرآن در خانه صدا دهد. انشاءالله برکت می شود، نور می شود و تمام جین و تمام آن چیزی که ضرر رسان است، همه اینها از صدای قرآن میگریزند. که وقتی که شما مگنیتوفون با تمام آواز بلند میکنین که حتی که معنای همون سرود شما نمیفهمید، فقط همین یک گروم 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 بست خلاص، در این حالت شما دعوت میکنید، بلا را دعوت میکنید به سوی خانتان. السلام علیکم. یک روز از بازار همین سامانی گذر داشتم، خرید کرده ایستاده بودم. باور کنین یک بیت در همون کسیت صدا میداد. خوب بدبخت بود است همون حافظ. کدام بدبختی روسیایی بود است، چنان یک گپ‌های بی شرمی بی حیانه در داخل همین ثبتش وجود دارد. باز تمام آن کسانی که در اطراف همون حافظ جمع شدگی است، همه اونها با تمام آواز با دستگیری کردیستند. باور کنید وای ما تلفظ کردن نمیتونم. بی نهایت گپ قبیح. انا همین گونه کسیته ها در خانه ما و شما صدا میدهد.
این صورتهای یهودی هایی که هر روز شکار مسلمان میکنند که بالای خانه ما و شما قرار دارند، اینهاش کفایت نکرده بود که باز این صداهای خیلی ناخوبه در خاندان ما و شما صدا میدهند. خانه مسلمان، خانه آدم مسلمان باید که چی داشته باشد؟ خانه آدم مسلمان باید که صورت کعبه داشته باشد. در خانه آدم مسلمان باید که سوره آیت الکرسی باشد. در خانه آدم مسلمان باید که قرآن از بالای جیودان رهبر خانه گذاشته شدگی باشد. نه صورت این اکتیارها و این بازینگرهایی که در کیناها ما و شما میبینیم که اونها در دوام همین 3 ساعتی که کینا می رود یا 2 ساعتی که کینا می رود با چندین زن در همون داخل کینا علیه زنا میکنند. همونها را با ما و شما بالای خانه جا کردیم. باور کنین از این در بدبختی نیست. باور که حیا انسان باید شرم کند که نخواد در خانه مسلمان صورت کافر باید که گذاشتگی باشد. کنی شما یک گذر کنین همین دولت های کفر رفته و تماشا کنین در کدام خانه کافر قرآن است، در کدام خانه کافر صورت کعبه گذاشتگی است، در کدام خانه کافر سوره آیت الکرسی گذاشتگی است. چرا ما تقلید اونها میکنیم؟ چرا آنها تقلید ما نمیکنند؟ چرا ما لباسی اونها را میپوشیم؟ چرا اونها لباسی ما را نمیپوشند؟ اینا را شما خودتان مقایسه کنین. السلام علیکم محترم داملا، من از شما خواهش میکنم که درباره بعضا عرف و عادت‌هایی که تا حال در بین مردم ما وجود دارند و مثل در جنازه ها ارتش دادن، هفته، چیلم، 6 ماهگی و غیره روشنی اندازید و تا کدام اندازه درستی این را شرح دهید. شاید با این سوال ها شما بارها جواب داده باشید، تکرار هم شود، التماس بار دیگر مفصل تر فهمانید. در محله ما اگر با جنازه خانهای قطاری 1 سامانی دهند به حاجیان 5 سامانی می دهند. آیا این درست است؟ با احترام یکی از مخلصان شما. برادر عزیز، وقتی که همون حاجی یا داملایی که در همون معرکه جنازه اشتراک میکند، وقتی که برای او تو چی 5 سامانی میدهی چی 10 سامانی میدهی، این تو به یک نیت صدقات میدهی، اون کس ایره رد نمیکند، او را قبول میکند. لیکن من ندیدم هیچ حاجی و هیچ داملایی را که وای طلب کند که مرا 5 سامانی ده یا مرا 10 سامانی ده. من ندیدم تا حال و نشنیدم. وقتی که اونها را 5 سامانی دادین، 10 سامانی دادین برای همون خوشنودی ارواحاتان یا برای یک ختم قرآن کردن، دیگر بعد مذمتشان نکنین که من شما را 5 سامانی دادم یا 10 سامانی دادم، بلکه دادین با او کس وظیفه دار کنین که در حق پدر و مادر من دعا کن، وای خیر می شود، وای ضرر ندارد. لیکن در باب 40 و 6 ماهگی و سال و هفته و امروز 20 روزگی هم برآمد است و 60 روزگی هم برآمد است و باز 2 سالگی قید میکنیم، 3 سالگی قید میکنیم، اینها برآمدن. اینها را باز من تکرار میکنم که اینها از اسلام نیستند. در یگان احادیث های پیغمبر خدا نگذشته است که خواه پیغمبر خواه اصحاب او را 3 بیگینه کرده باشند یا 7 داده باشند یا 40 داده باشند یا دیگر معرکه هایی که هستند. اینها عرف و عادت هایی هستند که در بین ما و شما اینها را دشمنان اسلام پیدا کردند. برای شکستن اقتصاد مسلمان همینها را برآوردند. امروز اقتصاد ما را شکستند. باور کنین ما هیچ کدام بای شده نمیتوانیم. برای که شکر خدا 10 تا فرزند داریم، 10 فرزند داریم. اگر هر کدام اوس 1 سال پس از دنیا گذرند، اینقدر معرکه‌ای که ما و شما میگذرانیم حساب کنین چند هزار دلار را تشکیل میدهد. باور کنین همین 6 ماهگی و 40 و همین نان معرکه هایی که برآمده است، همین ها چنان در بین ما و شما یک عمل خیلی زشتی دیگر را پیدا کردند.
چه عملی زیست است؟ پدر و مادر را دوست داشتن این فرض است. پدر و مادر دوست داشتن فرض است، لیکن وقتی پدر و مادر بیمار می شود ما دیگر از مردنش فراموش کردگیم، مردنش در میلش راضی هستیم، لیکن از معرکش می ترسیم. دیگر هیچ غمگین نیستیم که پدرمان هم گذشت میلش گذرد، مادرم هم گذشت میلش گذرد، لیکن معرکه را چخیلی می کرده باشید. اینقدر مبلغ از کجا من میافته باشم؟ باور که من در فکر دیگر محبت پدر مادر نیستیم، فقط همین در خیال ما فقط نان و معرکش میگذره. از خانه بیرون برآمده نمیتوانیم، هیچ جا استراحت کرده نمیتوانیم. تمام در راحت برای آدم مسلمان بسته شده است. برای مبلغ نداریم دیگر. یک کتاب برای تبلیغ خریده نمیتوانیم. 4 سومی که میابیم پس انداز کردیم برای پدر و مادر من مرده شد. نیست دیگر، ماندیم. چیکار کنیم؟ امروز باید که همه اتفاق شود. اقلاً کمی از اینها را از بین بیرون کنیم. اقلاً سه بگینش نابود کنیم. اقلاً همین 40 و 20 و 6 ماهه و دیگرش دور کنیم. کدام از انسانی که نان معرکه میکند وقتی خاندانش میروی باور که فقط گپش همین است. بسیار مشکل من آمد، بسیار مشکل من آمد، بسیار زور من آمد. حتی که دست به قرضم زدن، از کجا خیر احسان می شود؟ به قرض خیر احسان کردگی ده باور که همون خوردگی آدم گناهگار می شود خودش. هفته ما تمام کردیم تا آخری سال پنجشنبگی. امروز چنان با بیرحم میشیدیم که از 10 نفر 15 نفر در خانه ها کم نیستند. 3 طبق 4 طبق هر روز پنجشنبه. دیگر در این بابت باور کنید من هیچ صحبت کردم نمیتوانم. اینا فقط باید که همبستگی باشد، چه از طرف وکیل محله، چه از طرف همون نظارتچی که در محله از طرف کارگرای ارگان‌های داخلی وابسته هستند. یعنی همه کسا اگر به این مبارزه بریم ان شاء الله ما این را از بین نابود میکنیم. لیکن برای نابود کردنش بعضی از برادرها شاید که خفه هم شوند. خفه هم که شوند اسلام دستورش این نیست. خداوند در قرآن میگوید و ما یعمل مثقال ذره خیرا یره و ما یعمل مثقال ذره شر یره. خیر احسان دستت میرسد، من زید نیستم. در حق پدر مادرت خیر احسان کن. باز همسایه ها تا دستگیری کن برای روحانیت پدر مادرت. خب این زلالی ندارد. یعنی خیر احسان ما طبق عقیده که ما داریم بر روحانیت پدر مادر میرسد. خیر احسانی که میکنیم اگر یک سامانی هم که باشد به روح پدر مادر ما و شما میرسد، لیکن با شرطی که ما شرایط داشته باشیم، با شرطی که دستمان رسد. خداوند میگوید که کدام شما از در دنیا اگر ذره با یک مقدار یک ذره عملی نیک داشته باشین در نزد من پاداش نیک داده میشوین، اگر ذره از بدی داشته باشین در نزد من پاداش بد و جزای بد منتظر شوید. یعنی کسی که در دنیا چیزی که میکند عاقبت حاصل شد در نزد خدا میدرود و میگیرد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و رحمت باد بر تو عالم شیرین زبان و شیرین گفتار. سوال ما با شما همین است که ما حالا جوان هستیم، لیکن یک خصلت داریم که اگر در محله من معرکه توی عروسی برپا شود سر راه را گرفته از داماد یعنی از شاه بچه شهتاز گفته پول طلب میکنیم. آیا شهتاز در اسلام هست یا نه؟ برادرای اسلامی، جوانهایی که باور کنین شما مثل یک بهترین گل در داخل مسجد هستین. خوش به حال شما که در جوانی شما توبه کردید، در جوانی به سوی خدا رجوع کردید، در جوانی قدم های شما به سوی مسجد است. خوش به حال تو، خوش به حال همه شما جوان ها. لیکن
عملهایی هست که باز این کردارهای نیک شما را نابود میکنند. از آن جمله همین شهتاز. شهتاز از اسلام نیست، این بلکه تله و تاراج کردن است. یعنی وقتی که همون داماد وقتی که با محله شما قدم میزند تا جایی که اون محله را خرسندی باشد که از محله ما یک عروسی را یک دختری را میبرند، یعنی بروقتر میبرند تا که آینده اگر این دختر میایستاد شاید که فسادی این محله ما میشد. امروز خدا را شکر که این از محله ما با یک خرسندی البته گسیل شده ایستاده است. برای این باید که شما شکرانه کنید. یکی وقتی که مردمی که از طرف شه آمدگی هستند شما شهتاز طلب میکنین، این مثل که در راه یک کس میقپی و پول و مالش از جیبش کشیده میگیری. وای راضی نیست که به تو یگان چیزی دهد، تو مجبور میکنی تا اگر مرا 20 سوم ندی یا 40 سوم ندهی من راه را برای تو کشاده نمیکنم. این حرام است. این پول برای شما، این تله و تاراج کردن، یک غصب کردن است. برای همین به این هیچ وقت جوانها راه ندین. السلام علیکم اکای حاجی میرزا، التماس میکنم به سوال من جواب گردانی. یک شخص با من گفت که در دنیا خوشروی ترین یوسف است، پسر حضرت یعقوب. التماس میکنم سوال را پر فهمانی. او با ما گفت 99% خوشرویی را حضرت یوسف دارد و یک حصه او را در تمام بنده های مؤمن خداوند تقسیم کرده است. حق است. حضرت یوسف به نهایت زیبا بودند، به نهایت حسن و جمال داشتند. رسول اکرم گفتند من در آسمان چهارم با یوسف رو پرو شدم شب معراج. چنان زینت داشتند، چنان زینت داشتند. وقتی که در اصحابش این حکایت کرد که هیچ وصفی او را کردن ناممکن است. حتی در قرآن هم قصه یوسف میگذرد که زنهای مصر وقتی که یوسف دیدن در پیش خود همون سبزواتی داشتن برای ریزه کردن، حسن یوسف چنان به اونها غلبه کرد که دستهای خود بریدن و درکدار نشدن. دستهای خود خونشار کردن، درکدار نشدن، زیرا که حسن یوسف دیدگی آدم یعنی تماما از هوش میرفت. لیکن یکی از حدیث های پیغمبر خدا ده، یکی از صحابه ها میگوید روز من مهمان پیغمبر بودم، شبی میگد 14 ماه بود میگد، یعنی شب 14 ماه چقدر روشن از زیبا هست. میگد من در پهلوی پیغمبر خدا نشسته بودم، پیغمبر میگد صحبت داشت، یعنی پیغمبر ما و شما. میگوید در همون خانه ای که نشسته بودیم نور پیغمبر خدا میگد همون خانه را فرا گرفته بود. همین صحابه پیغمبر میگوید قسم به خدا میگوید من گاه میگد مهتاب نگاه میکردم روشنیشه، گاه میگد چهره پیغمبر خدا را، به خدا قسم که چهره پیغمبر میگه از مهتاب دیده روشنتر بود. یعنی پیغمبر ما و شما از مهتاب هم دیده روشنتر بودن. یعنی حسن رسول اکرم از حسن یوسف هم دیده بالاتر بودن. السلام علیکم بابای حاجی میرزا جان، ما خواهش داریم از زبان شما شنویم جواب سوال را ساده کرده به ما فهمونید. مردکی که قاشش را میتراشد گناهکار میشود یا نه؟ این ابله از کسی قاش میتراشد؟ نخواه مرد قاش تراشد. مرد است. قاش تراشی، قاش چیندن چگونه ای که ما از حدیث پیغمبر خدا به شما رسانیده بودم که 4 طایفه را پیغمبر خدا لعنت کرده بود که یک تای همون که هست زنهایی که قاشهای خود باریک میکنند و کسانی که با این قاش باریک کردن با متخصصند، از حساب همین قاش چیندن اونها پول میگیرن، مال میگیرن. دیگرش زنهایی بودن که دندانهای خود باریک میکردن، دیگرش زنهایی بودن که
چهره‌های خودشان در خال می‌گذاشتند. دیگرش زن‌هایی بودند که موی‌های علمه می‌کردند. پیغمبر خدا گفت که اینها در حسن خدادادگی تغییر در آوردند، تغییرات در آوردند. این قسم شیطان بود که قسم به عظمتی تو ای خداوند، من در چهره این فرزند آدم تغییرات می‌درآورم. همین گمان شیطان حق برآمد. امروز زنها را تماشا کنین، پاشها باریک کردگی هستند، مویهای علمه دارند، خالها میگذارند، دندانهای باریک دارند. اینها را پیغمبر خدا لعنت کرد. اگر مبادای مردهایی که امروز اگر این استفاده کنند، اینها هم در لعنت خداوند داخل میشوند. بسیار ابلهی هست، بسیار شرمندگی هست. شما باور کنین، همون من بسیار اخبارات ها را نگاه میکنم، به اخبارات بسیار توجه زیاد دارم. وقتی مردمی اسپانیا را تماشا کنین یا مردم ایتالیا را، در یک گوش مرد 3 گوشوار دارد، 3 گوشوار، یا در لبهاشان نگینه ها سخت کردگی هستند، در بینی هم نگینه سخت کردگی هستند و دیگر تغییرات های همین مردها در آوردن. لیکن اونها از طایفه هستند که اونها را مردهای دیگه استفاده میکنند، اونها را مردهای دیگه استفاده میکنند. از این خاطر کدام جوانی که اگر گوشوار می اندازد یا چله طلا می اندازد یا گردنبند طلا می اندازد، یا اینکه دیگر علامت هایی را که همان مردهای غربی